شد. فرزان حالت چطوره فرزان؟ دیروز غایب بودی نه؟ چرا؟ مریض بودی؟ امروز کی غایبه؟ خب کسی میدونه چرا غایبه؟ نه خیر. هیچکی خبر نداره ازش؟ نه خیر. انشالله که همیشه خوب باشین. احمد هم اگه حالش بده خوب بشه و فردا بیاد مدرسه. امروز چنده بچه‌ها؟ موافقین با یه بیت زیبا از فردوسی شروع کنیم؟ بله. تابلو رو بخونید. دوانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. آفرین. این زنگ چی داریم؟ علوم. تکالیف علومتون رو بذارید یه نگاه بکنید. بچه دانیال رو ببینید قشنگ رنگ زده حتی عصبای چشم هم نشون داده میبینید؟ آفرین یه دست براش بزنید علی و سجادم خیلی عالی کار کردن آفرین به شما شما باید ببینید دستی در بلیس باشه این دوتا داداشا رو ببینید چقدر تمیز کار کردن بچه ببینید مهدی و محمد آفرین یه دست براشون بزنید مهدی و محمد و علی هم یه پروژه در مورد چشم آورده بودن یادتونه؟ بله. مادرش هم خیلی تمیز کار کرده محمد هم خیلی قشنگ کشیده رنگ زده ببینید پیازهاشون محفوظ خب بچه آیا بازی موافقید؟ بله. بازی ما به این صورته که چند تا کارت تو دستمه اسم همه شما هم نوشته شده اینجا خب من شانسی دو تا از کارت ها رو میکشم بیرون خودم نمیبینم حالا شما بگید من کدوم دستم رو اول باز کنم راست یا چپ؟ راست اول راست دوم چپ؟ بله. ببینیم اسم کیه؟ کیه؟ آرش بلند شد؟ آرش شما بگو اندام حس بینایی چه نام دارد؟ اندام حس بینایی اندامیه که ما با چی میبینیم؟ با چشم با چشم میبینیم شما بگو به قسمت رنگی چشم چی میگن؟ قسمت رنگی چشم عنبیه آفرین آفرین تشکیلش کنید بچه ها کارت سمت چپ کیه؟ امیر. امیر شما میتونی بگی کار مردمک چشم چیه؟ چشم
میزان نوری که وارد چشم میشه رو تنظیم میکنه. اگه تو نور زیاد بریم مردمک ما چه تغییری میکنه؟ تنگ‌تر میشه. درست گفت؟ بله. بفرمایید دست شما در نکنید. خب دو تا کارت دیگه. اول راست یا چپ؟ چپ. این دفعه چپ؟ بله. علی شما میتونی دو تا از عیب‌های چشم رو نام ببری؟ دو تا از عیب‌های چشم مشکلات چشم چیا بودن؟ دوربینی و نزدیکبینی. حالا اینا چجوری اصلاح میشه؟ حالا با عینک. با عینک. آفرین. مرسی علی. خب و نفر چهارم ماجد یه خورده سوالش سخت. ماجد شما میتونی بگی ما با چی میشنویم؟ شما میتونی مراحل شنیدن رو نام ببری؟ میتونی اصلا بگی میتونی بگی چجوری صدا سفر میکنه به مغز میرسه یا نه؟ نمیدونی. کسی میدونه؟ نه. پس همتون نمیدونید، درسته؟ بله. دوست دارید بدونید؟ بله. نگاه کنید بچه‌ها، همه قشنگ به من نگاه کنن، خوب گوش کنن. من با دستم یه الگو سازی میکنم، دست میزنم. خوب با دقت نگاه کنید، گوش کنید. بعد هر وقت گفتم شما هم مثل من انجامش بدید. خب؟ پیدا کنید چه الگوییه. وایس. حالا شما کدوم اندام حسیتون درگیر شد؟ لامسه چون دست زدیم. دیگه چی؟ پوست که همون لامسه. گوش. دیگه چی؟ چشم. آفرین، چشم. پس ما سه تا اندام حسیمون درگیر شد تا بتونیم این الگوسازی رو انجام بدیم. چشم، اندام حس بینایی، گوش، اندام حس و پوست، اندام حس لامسه. حالا این دفعه چشاتون رو ببندید. چشا بسته. الان این دفعه میخوام الگوسازی کنم با چشای بسته. فقط خوب گوش کنید. خب؟ چشاتون رو باز کنید. این دفعه کدوم اندام حسیتون درگیر شد؟ ایوب بگه. گوش. دیگه کجا؟ دیگه لامسه یا همون پوست. درسته؟ بچه ما تو سالهای پیش در مورد حواس پنجگانه خونده بودیم، نه؟ شما میدونید که حواس پنجگانه چیا هستن؟ نام ببرید. گوش، چشم. حواس پنجگانه بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و لامسه. خب جلسات پیش ما در مورد اندام حس بینایی به طور مفصل توضیح دادیم و یاد گرفتیم. درسته؟ اندام حس بینایی چی بود؟ اندام حس بینایی چی بود؟ چشم. خب در مورد اندام حس بینایی یاد گرفتیم، در مورد ساختار چشم یاد گرفتیم، در مورد راه‌های مراقبت از چشم، عیب‌های چشم و ما چجوری اجسامو میتونیم ببینیم. درسته؟ حالا امروز در مورد گوش میخوایم به طور مفصل توضیح بدیم، در مورد اینکه اصلا شنیدن چجوری رخ میده، ما چجوری میتونیم صداها رو بشنویم، صدا چجوری به گوشمون میرسه، اصلا گوش از چه ساختاری درست شده و اینکه راه‌های مراقبت از گوش چیه و نکته آخر عیب‌های گوش.
از ما متوجه اهمیت یک عضو حیاتی در بدنمون نیستیم. گوش‌هامون. برای درک گوش‌ها باید بفهمیم که صدا چیه. بلندگوهایی که الان داریم باهاشون گوش میکنیم در حال ارتعاش هستند. اونها با خم شدن به درون و بیرون موجی از فشار رو در هوا ایجاد میکنند. تناوب این موجها یا سرعتی که امواج تولید کننده صدا به جلو و عقب حرکت میکنند زیر و بمی صدا رو تحت تاثیر قرار میده. میزان فشار هوا در هر موج مستقیما به میزان بلندی صدا مربوط میشه. بخش بیرونی گوش ما این امواج رو میگیره. اون رو به بیرونه و از ساختار خاصی از منحنی ها برخورداره که به ما در تعیین جهت صدا کمک میکنن و همچنین فرکانس های استفاده شده در صدای انسان رو برجسته میکنن. بعد از اینکه امواج صوتی گرفته شدن وارد کانال گوش میشن و با پرده گوش ما برخورد میکنن که یک پوسته نازک به پهنای 10 میلیمتره. حالا که ما صدا رو دریافت کردیم گوش میانی این انرژی رو انتقال میده. کوچکترین استخوان‌ها در بدن شما یعنی استخوان‌های چکشی، سندانی و رکابی شروع به حرکت می‌کنند. استخوان چکشی به پرده گوش وصله و با عبور صدا از حفره گوش نیرو به وسیله فشار اهرمی تقویت میشه تا به استخوان رکابی میرسه که مثل یک پیستون وارونه عمل میکنه و امواجی رو در مایع گوش درونی به وجود میاره. قابل ملاحظه ترین افزایش در فشار توسط تقویت پنوماتیک صورت میگیره. مساحت رویه استخوان رکابی 3.2 میلیمتر مربع در حالی که مساحت پرده گوش 55 میلیمتر مربع. این ویژگی در کنار فشار اهرمی از طریق استخوان‌های چکشی و سندانی باعث میشه که فشار نهایی 22 برابر بیشتر از وقتی باشه که صدا وارد گوش میشه. حالا به پیچیده ترین بخش شنوایی میرسیم یعنی حلزون گوش. در واقعیت این قسمت از گوش به صورت پیچ خورده و کلافیه اما برای درک اون راحت‌تره که بازش کنیم. در عمل درون اون 3 حفره وجود دارن. بیایید نگاهی به حفره مرکزی بندازیم. استخوان رکابی امواج فشاری رو ایجاد میکنه که از این سازه عبور میکنن. در طول دیواره درونی حدود 20 تا 30 هزار فیبر قرار داره. با ورود امواج اونها با توالی درستی با فیبرها برخورد میکنن و انرژی آزاد میشه. در واقعیت این فیبرها نیستن که به ما اطلاع میدن چیزی رو شنیدیم. یک سازه ویژه در کنار این فیبرها قرار داره که حاوی سلولهای موییه. وقتی فیبرها در نتیجه عبور صدا به لرزه میافتند باعث تکون خوردن سلولهای مویی میشن که یک تکانه الکتریکی رو به عصب حلزونی و به مغز میفرستند. زیر و بمی مشخص صدا نقاط خاصی رو به لرزه در میاره و از صوت بلندتر سلولهای مویی بیشتری رو به حرکت در میارن. مغز ما تمام این داده های خام رو تفسیر میکنه و امکان لذت بردن از چیزهایی مثل موسیقی یا شرکت کردن در یک مکالمه رو برای ما فراهم میکنه. فکرشو بکنید تمام این اتفاقات همین الان با سرعت تمام توی سر شما داره اتفاق میفته. این فقط یکی از سیستم های شناخته شده در بدن انسانی که بسیار فراتر از درک ناچیز ما عمل میکنه. حالا به گوش دوستتون نگاه کنید. کدوم قسمت از گوش رو میتونید ببینید؟ کدوم قسمت از گوش رو میتونید ببینید؟ ماجه شما ببینید. لاله گوش و مجرای شنوایی. مجرای شنوایی رو میتونی ببینی؟ مجرای شنوایی کجاست؟ نه شما لاله گوش رو میتونی ببینی با چی؟ سوراخ گوش. درسته؟ شما یه لاله گوش میبینی با یه سوراخ گوش اینجوری. درسته؟ یه لاله گوش میبینی با یه سوراخ گوش. به نظر شما نقش لاله گوش چیه؟ صدا می جمع برن حالا میخوام ببینیم نقش لاله گوش چیه؟ علی درست کن. فعالیت صفحه 50 کتابتون رو باز کنید. فعالیت صفحه 50 روی میز هر کدوم از شما 2 تا لیوان هست 2 به 2. فعالیت رو انجام بدید و نتیجه رو یادداشت کنید. شروع کنید. خب هر 2 نفر با هم دیگه فعالیت انجام بدید. لیوان دست آماده گذاشتم.
بذارید سلام. حالا اینو علی بذارید پیش شما خب انجام دادی؟ بله. چه نتیجه‌ای گرفتی؟ دانیال بگو. ما نتیجه گرفتیم که داره گوش مثل لیوان عمل میکنه. آفرین. و صدا رو چیکار میکنه؟ جمع میکنه. موقعی که لیوان تو گوشتون نبود بهتر صدا رو شنیدی یا وقتی لیوان گذاشتی؟ وقتی لیوان گذاشتیم. درسته؟ بله. الان من ماجد مرمان بیا کمک کنی. اینا بین بچه ها پخش کنیم به هر کدوم یکی بدیم. بچه ها نگاه کنید. این مدلی از گوشه. خوب با دقت نگاه کنید. این مدلی از گوشه به هر کدوم از شما یکی از این برگه ها داده میشه فردی. قشنگ اینو برش میزنید. وقتی اینو برش زدید از نقطه چین تا میکنید و یه مدلی از گوش درست میشه. اون مدل رو بررسی میکنید و میچسبونید به دفتر علومتون و یه جمله زیبا در مورد گوش مینویسید. شروع کنید. آفرین. بله. بچه‌ها اونایی که بریدن اگه قیچیشون رو نیاز ندارن بدن بچه‌های دیگه. آفرین. ببینم کی سریع انجامش میده. بچسبون به دفتره. خب بچه‌ها چسبوندی؟ بله. یه جمله قشنگ نوشتی؟ بله. نشانه‌های نگارشی رو رعایت کردی؟ بله. دیوان‌نویسی رو رعایت کردی؟ بله. خب کی جمله‌شو برامون میخونه؟
سجاد. یکی از بهترین نعمت‌های خداوند گوش است که به ما داده است. پس باید از آن به درستی استفاده کنیم. آفرین، خیلی عالی بود. علی شما بخون. گوش یکی از نعمت‌های خداوند است و اگر گوش نبود ما نمی‌توانستیم صدا کنیم. آفرین. عباس شما بخون. بزرگترین نعمت خدا که ما می‌توانیم با آن همه چیز را بشنویم. آفرین. یه دست به افتخار خودتون بزنید. دوستاتون یه نمایش کوتاه آماده کردن که مسیر صدا رو نشون میده. گروه نمایش لطفاً برن مستقر بشن. خب اول بگین چه نقشی دارید بعد اجرا میکنید. خب با صدای بلند نقشتون رو بگید. بلند. صدا، امواج صدا، لاله گوش، لاله گوش، برده گوش، استخوان‌های کوچک گوش، بخش گوشه، عصب شنوایی، مغز. آفرین. خب حالا شروع کنید. سلام. سلام. آفرین. یه دست به افتخارشون بزنید. بچه‌ها متوجه شدید صدا چجوری از این بخشا عبور کرد تا رفت رسید به متن؟ متوجه شدید؟ مراحلش رو دیدید؟ خب بفرمایید بچه‌ها دستتون در نکنه. حالا که مراحلش رو دیدید هر گروه با کمک همدیگه اجزای مختلف گوش رو نشون میده اینجا. با کمک همدیگه هر گروه با هم. شروع کنید بچه، شروع کنید. هر کی برگرد اسم اعضای گروه رو بنویس. اسم اعضای گروه رو بنویس. اعضای گروه بنویس. اسم اعضای گروه می‌نویسی. باید با هم دیگه باید شناخته بیاد. بلند شید بچه شما باشید. سیف. لاله گوشو شما لاله گوشو ببینید. لاله گوشو سیف. فرزان لاله گوشو ببینید. لاله کمک آفرین. اسم لاله جان دومی سیف بگه. با کمک هم ثانیه دیگه فرصت دارید. یا تموم کردن؟ اونایی که نوشتن برگاهاشون رو بدم به من، امتیاز بدم بهشون.
برگاهتون رو بگیرید بالا. گروه ها دادیم برگاه رو. خب بچه ها حالا به هر گروه یه بسته کارت میدم. قشنگ روش رو میخونید، خودتون دسته بندی میکنید. ببینید این کارت ها به چند گروه تقسیم میشن. 1 دقیقه بیشتر هم فرصت ندارید. 1 دقیقه باید سریع این کارت ها رو باز کنید. ببینید اصلا این کارت ها در مورد چیه. شروع کنید. شروع کنید. با هم دیگه. خب زمان شروع شد. خب گروه ها رو وقتی تعیین کردید به صورت ستونی بذارید، بچینید به صورت ستونی. حالا ستونی به هم دیگه باید بنسبتون دهنده چیه؟ کدوم گروه تموم کرد؟ به چند شده خب شما تموم کردید؟ فهمیدید در مورد چیه؟ متوجه شدید؟ حالا قشنگ بچینید من ببینید مشکل چیدن درست نیست. دوباره مشورت کنید با هم دیگه، دارن درست میگم. خب بچه‌ها به چند دسته تقسیم شد این کارت ها؟ 3 دسته. اولین ستون کارت هاتون صورتیه در مورد چی بود؟ عیب‌های گوش. خب زرده در مورد چی بود؟ چیزایی که به گوش ما آسیب میرسونن. و اون یکی آبیه چی؟ چیزایی که واسه گوشمون خطرناک. نه برای مراقبت از گوش بود. درسته؟ خب بچه‌ها حالا موافقیم با هم دیگه درس رو جمع‌بندی کنیم؟ به این ماکت ایوب فرمان لطفاً بشینید. خب به من کمک کنیم ببینیم امروز چی یاد گرفتیم در مورد این گوش. گوش اندام حسه؟ ما کدوم قسمت گوش رو میتونیم ببینیم؟ لاله گوش به این قسمت میگن گوش بیرونی که ما میتونیم ببینیم. بعد از اینکه وارد گوش میشیم به اولین جایی که برمیخوریم کجا؟ مجرای شنوایی. صدا رو لاله گوش میگیره میره به مجرای پرده گوش، میرسیم به استخوان‌های گوش و بعد از استخوان‌های کوچک بخش حلزونی و عصب شنوایی و صدا میرسه به مغز. خب راه‌های مراقبت از گوشمون چیا بودن؟
راه‌های مراقبت از گوش. چیزای نکتی وارد گوشمون نکنید و چیزایی که خودتون هم میدونید. عیب‌های گوش چیا بودن؟ خودتون پیدا کنید. پیرگوشی، کمشنوایی، ناشنوایی. درسته؟ بله. کسی سوالی نداره؟ کامل متوجه شدید؟ بله. حالا به هر گروه سوال میدم. سریع جواب بدید. خب؟ جواب بدین ببینم کدوم گروه درست جواب میده. خب وقت تموم. گروه یک تموم کردی؟ خب گروه یک سوال اول رو از نام با صدای بلند بگو. پرده گوش. گروه های دیگه موافقن؟ بله. یعنی همه پرده گوش زدن؟ بله. سوال دوم رو گروه دو بخونه. در پشت پرده گوش کدام قسمت وجود دارد که لرزش پرده گوش استخوان‌های گروه ها موافقی؟ بله. همه زدید قسمت ب استخوان‌های گوش. سوال سوم رو گروه سه بخونه. رسیدن پیام صدا به کدام قسمت بدن انسان آن را میشنویم؟ مغز درسته بچه ها؟ همه گروه ها. گروه شما موافقت مغزه؟ درسته؟ آفرین. سوال چهارم رو بخونه گروه شش. دو مورد از عیب‌های گوش را نام ببرید. ناشنوایی و پیرگوشی. ناشنوایی، پیرگوشی. دیگه چی زدید؟ کمشنوایی. کاملا درسته. سوال 5 رو بخون. گروه 5 بخون. آره. کدام مورد راه‌های مراقبت از گوش نیست؟ کدومشون نیست؟ قسمت ج رو بخون. هنگام کار کردن پلک‌ها را با دست هنگام کار کردن پلک‌ها را با دست نمالید. این مراقبت از کجاست؟ گوش نیست. کجاست؟ چشمه. گروه ها موافقی؟ بله. آفرین. گروه یک کامل درست جواب داده. گروه دو هم جواب داده. 3 جواب داده. 4 5 6. خب بچه ها سوالی ندارین از درس؟ تکلیفتون اینه که برای جلسه بعد هر کس باید یه تحقیق بکنه در مورد عیب‌های گوش. هر کس فردی جمع‌آوری اطلاعات کنید که عیب‌های گوش چجوری به وجود میاد. و تحقیق گروهیتون، تکلیف گروهیتون اینه که در مورد گوش یا پوستر درست کنید یا ماکت درست کنید یا پاورپوینت که بعضی از بچه‌ها درست میکنن. خب در مورد اینا برام جلسه آینده بیارید. دعای پایانی رو با هم دیگه بخونیم. خدا جهان کن سرانجام.